سلام، به جلسه 5 کلاس عرق ریزون تا 8 خوش اومدین. به نیمه فصل رسیدیم. توی این جلسه کفش نیاز ندارید. کف پاهاتون رو میخوام کامل با زمین تماس بدید. یه مقدار مود امروزمون آرومتره. میخوایم استرس هایی که به بدنمون تا اینجا وارد کردیم و توی این سشن خالی کنیم، چون توی جلسه 6 و 7 دوباره اینتنسیتی یا شدت انجام حرکات میره بالاتر. مود حرکتیمون هیت یا های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ میشه که خیلی کمک میکنه به چربی سوزی. توی این سشن ما یه ذره میخوایم فقط نرم کنیم بدنمون رو، از عصبانیتی که تو این سشن‌های قبل اگر بهش وارد کردیم خارجش کنیم، بدنمون رو ریلکس کنیم برای ادامه فصل. عالی. سرمتتون لطفاً بیسید، رول کنید نرم به سمت زمین، سرتون، دستاتون ریلکس، کف پا رو فشار بدین، مهره به مهره برگردید بیایید بالا. هیچ عجله‌ای نکنید. رول کنید به سمت زمین، سر و اطراف گردنتون ریلکس و مهره به مهره رول اپ. همونطور که دارین رول داون و رول اپ میکنین نفس بکشید مرتب و روون. دم از بینی و بازدم از لب هاتون. ادامه بدید. رول داون و رول اپ، مهره به مهره. همین که میایین بالا مطمئن شین زانوهاتون قفل نیست. مطمئن شید که وزن رو مساوی بین دو تا پاتون تقسیم کردید. مطمئن باشید که اطراف نافتون توی توجهتون هست. این بار از وسط رول داون کنید و برید به سمت راست. پهلوی راست رو فشار بدید و بیایید بالا. از وسط رول داون کنید، برید به سمت چپ، پهلوی چپ رو پرس کنید و بیایید بالا. ادامه بدید. از وسط رول داون، از راست رول اپ، از وسط رول داون و از چپ رول اپ. دم و بازدم. بازدمتون کشیده و طولانی. پهلوهاتون رو حس کنید. عضلات اطراف باسنتون رو حس کنید. عضلات کف لگنتون رو حس کنید. رول داون و رول اپ، از راست و چپ. یه بار آخر از وسط برو، از راست پهلو رو پرس کن بیا بالا. از وسط برو پایین، از چپ رول اپ کن. عالی، مرسی. این بار رول داون. با دستات قدم بزن، برو توی وضعیت 4 دست و پا. بلدی میخوای پنجه و مچ دستاتو بیدار کنی. پنجه دستا رو به جلو، وزنو بده عقب، بده جلو، بده راست، بده چپ. عجله نکن. دوباره بده عقب و جلو، چپ و راست. یه دایره بکش با بالا تنت. وزنو جا به جا کن بین دست راست و چپت. جهت دایرت رو تغییر بده. مرسی. پنجه دستا رو بده به سمت بیرون. وزنو بده روی دست راست، بده روی دست چپ، بده عقب، بده جلو. دایرت رو بکش. جهت دایرت رو تغییر بده. مرسی. پنجه دستا رو به سمت پاهات. وزنو بده فقط عقب و جلو. اینجا ساق دستاتو حس کن. پنجه دستا به سمت هم دیگه. آرنجا رو میخوام از دو سمت خم کنی. قفسه سینه‌تو به زمین نزدیک کنی، پرس کنی، برگردی بیای بالا. نفس بکش برای 8 بار. آرنجا از دو سمت باز میشه و دوباره برمیگردی بالا. 7. کاری که داریم میکنیم پیلاتس فلو هست. 6. خیلی خیلی کمک میکنه به اینکه حرکت آگاهانه. 5. دم و بازدم. 4 و استرس اضافه بدنتون خارج شه. 3 2 و یه بار آخر
یک. مرسی. چون ما میدونیم زمانی که هورمون کورتیسول یا هورمون استرس توی بدن ما ترشح بشه بیش از حد که به واسطه تمرین‌های سنگین ممکنه توی بدن شما ترشح شه، یکی از عواملی هست که جلوی چربی سوزی رو میگیره. بنابراین ما توی یک سری از سشن ها باید این استرس اضافه رو از بدنمون خارج کنیم، بدن خیالش راحت شه، همه چی تحت کنترل، از فاز فایت اور فلایت یا فاز که در واقع توی یک مود فرار هست بدن خارج شه، خیالش راحت شه، همه چی برگرده روی وضعیت نرمال و دوباره بره توی فازی که میخواد چربی بسوزونه یا عضله بسازه، هرچی. توی وضعیت 4 دست و پا قرار بگیر. برو سراغ استرچ گربه و گاو. از مهره های کمر، وسط، گردن، چونه تو حفره و مهره به مهره روی وضعیت خنثی. از کمر، مهره های وسط، گردن، چونه تو حفره و برگشت وضعیت خنثی. یه مقدار سرعت گربه و گاو تو بیشتر کن، پشتو گرد کن، چونه رو ببر تو حفره، پشتو صاف کن، عضلات اطراف ستون مهره، همه مهره ها و عضلات همه اطراف مهره ها تو احساس کن. نفس بکش. طرحی که ستون مهره توی فضا داره به جا میذاره مثل یک ماریه که داره روی یه سری پستی بلندی حرکت میکنه. برای همین به این حرکت میگیم سنیک سپاین، مثل حرکت مار توی یک فضایی هست با پستی و بلندی و فراز و نشیب. خب پشت و گرد و صاف میکنی، مهرهای ستون فقراتتو بیدار میکنی. عالی. خب تو همین وضعیت بمون. پای راست رو از زمین جدا کن، حسابی پشت پا رو بکش، صافش کن. پاشنه پا رو میخوام بدی به سمت بیرون و پنجه پا رو بدی به سمت بیرون. پوینت و فلکس حرکت خیلی مهمی هست برای عضلات پاتون. برو بریم 8 بار. نفس. پوینت و فلکس 7. شکم اکتیو 6. دم و بازدم 5. اطراف ناف اکتیو 4. 3. 2 بار آخر و مرسی. 1. پاتو بذار زمین، برو توی وضعیت بچه یا سجده گودی، کمرتو ریلکس کن. دوباره برگرد روی وضعیت 4 دست و پا. پای چپ پوینت فلکس، پشت پاتو کامل حس کن. پنجه رو بده بیرون، پاشنه رو بده بیرون. برو بریم. دم و بازدم 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 بار آخر و 1. مرسی. دوباره برو توی وضعیت بچه. میخوام هر دو زانو رو با هم دیگه از زمین جدا کنی، بری توی وضعیت پلنک، هر دو زانو رو با کنترل بذاری روی زمین. عجله نکن. اگر برات سخته یا هنوز بدنت آماده نیست، یه زانو رو از زمین جدا کن، با کنترل بذار زمین. برو بریم 8 بار. 7. دم و بازدم 6. 5. 4. 3. 2 بار آخر و 1. مرسی. پلنک داون داگ. پشت پاهاتو بکش حسابی، با دستات به پاهات نزدیک شو و دوباره رول اپ کن. مهره به مهره بیا بالا. رول داون. از وضعیت ایستاده رول داون میکنی، میری توی وضعیت خطکش یا پلنک، وضعیت سگ سر پایین یا داون داگ. با دستات به پاهات نزدیک میشی و رول اپ میکنی، مهره به مهره، با تمرکز و توجه و اپلای کردن نفس روی حرکت. برو بریم 8میش. پلنک داون داگ. با دست به پاهات نزدیک شو و رول اپ. رول داون. کم کم داره بدنمون داغ میشه. پلنک داون داگ. با دست به پا نزدیک شو و رول اپ، مهره به مهره. برو بریم 6میش. رول داون. پلنک داون داگ. دست به پا و رول اپ. 5 بار دیگه.
کامل کل ستون مهره باز میشه. داون داگ. پشت و فشار بده، با دست به پاهات نزدیک شو و رول اپ. 4 بار آخر با توجه، با تنفس. پلانک. داون داگ. پشت و فشار بده، کشش پشت پاهاتو حس کن و رول اپ. 3 بار دیگه. پلانک. داون داگ. با دست به پا نزدیک شو و رول اپ. مهره به مهره. 2 بار آخر. ناف، اطراف نافتو خیلی حس کن. کور مهمترین قسمت بدنه برای تولید حرارت. هرچی کورمون بیدارتر، 1 بار آخر، تولید گرما و متابولیزممون بالاتر. توی داون داگ بمون اینجا، یه ذره پنجه و پاشنه کن. پوست پشت پاتو کامل حس کن. کامل برو رو پنجه پای راست، پاشنه پای چپ و فشار بده و بالعکس. وزنو روی 2 تا دست تقسیم کردی، سر بین 2 دست داره 2 تا پاتو نگاه میکنه. برو بریم. پنجه و پاشنه. 8 7 گودی کمرت ریلکس. 6 نفس. 5 4 3 2 و مرسی. 1 با دستات یه بار دیگه به پاهات نزدیک شو. رول کن، مهره به مهره به مهره. بیا بالا. عالی. سرشنهاتو ریلکس کن، برس توی نفست. سرعت حرکت رو میخوایم بیاریم پایین، بیشتر تمرکز کنیم روی تنفسمون. پای راست میاد جلو، 90 درجه روی هر دو زانو، رون جلو، ساق عقب موازی زمین میشه، میره سر جاش. حرکت رو قبلا رفتیم، زیادم رفتیم لانج به سمت جلو، منتها سرعت پایین تره. میخوام عضلاتتو احساس کنی، ریز عضلاتتو احساس کنی و با نافت حرکت کنی. یعنی چیه؟ پا رو از زمین که جدا میکنی میخواد بیاد سر جاش، کور و اطراف کورت به تو کمک میکنن که پا برگرده سر جاش. اینو توی بدنت حس کن. برو بریم. 8 کامل بشین. 7 هر دو زانو 90 درجه، کورت اکتیو. 6 5 دم و بازدم. 4 3 2 بار آخر و 1. مرسی. هر دو پا زیر لگن، میری روی پنجه هر دو پات، کل بدن رو کش میدی به سمت سقف. تاج سر بلند و کشته، پاشنه رو میذاری زمین. 8 بار بکش، پشت پاتو کامل حس کن. 7 نفس. 6 5 4 3 2 بار آخر و 1. مرسی. همینجا رول کن به سمت زمین، دستا، سر، همه چی ریلکس و رول اپ. مهره به مهره بیا بالا. این بار که رول داون کردی زانوهاتو خم کن که دستات، کف دستات برسه به زمین. با دستات قدم بزن، برو توی وضعیت پلانک و داون داگ. توی وضعیت داون داگ یا سگ سرپایین بمون، پای راستو بفرست بالا، خمش کن. هر جا که فرود میاد، شاید بیرون دست راستت فرود اومد، شاید پایین تر، هر جا که فرود اومد بذارش روی زمین. زانوی پشتت هم بذار روی زمین. پای جلوتو صاف کن و خم کن. حالا هر جا که هست، اگه دستاتو باید بیاری عقب‌تر که دامنه حرکتیت برات مطلوب تر شه، هر جا که هست برو بریم. 8 بار زانوی جلوتو صاف و خم کن. اگه زانوی زیرت، پشتت نیاز به نشیمنگاهی چیزی داره، حوله چیزی بذار زیرش. 7 نفس بکش. 6 پشت پاتو خیلی حس کن. 5 پشت پای راستتو. 4 دم و بازدم. 3 2 بار آخر و مرسی. 1. همینجا زانوی پای پشتی تو از زمین جدا کن، دست راستتو بفرست بالا، قفسه سینه‌تو باز کن، دوباره دست راستتو بذار زمین. اگر که سخته برات، زانوی پشتت هم روی زمین بمونه. قفسه سینه رو باز و بسته میخوایم بکنیم. برو بریم. 8 7 نفس. 6 5 4 3 2 بار آخر
و مرسی. یک دست راست روی زمین، پای راست میره عقب، میری توی وضعیت داون داگ. با دستات به پاهات نزدیک میشی و رول میکنی، مهره به مهره به مهره به مهره میای بالا. پاها باز باز، بسته بسته، خیلی با سرعت پایین، بیشتر از عرض لگن، قد عرض متت پاهات باز شه. برگرده زیر عرض لگنت، سرشونه ها ریلکس، برسو نفست. برو بریم. 8 7 6، اصلا سرعت بالا نمیخوام. 5 4 3 2 و آخریش 1. این بار 8 بار دوم با پای بعدی شروع میکنی. اگر با پای راستت بود با پای چپ الان شروع کن. برو بریم. 8می. 7 6 5 4 3 دوباره آخر و 1. مرسی. پا زیر لگن بمونه. یه بار رول داون کن، دوباره رول اپ کن، مهره به مهره بیا بالا. همه چی رو ادجاست کن، همه چی رو کالیبره کن. دوباره رول داون کن با دستات، با زانوی خم قدم بزن. برو توی وضعیت اول خط کش پلنک و بعد داون داگ. پشت و فشار بده، پای چپتو از زمین جدا کن، بذارش هر جا که فرود میاد. مطلوب ترین حالت ممکن بیرون دست چپته. اگر که نمیرسه دستا رو بیار عقب‌تر یا پا رو عقب‌تر، هر جا که میرسه. فعلا اهمیتی نداره که انعطافتون رو خیلی بخوایم به چالش بکشیم. خب زانوی پای پشتی رو بذار روی زمین، زانوی جلوتو پای چپتو میخوای صاف کنی و دوباره خم کنی. پشت پای چپتو خیلی حس کن، نفس بکش. 8 بار وزنو بده عقب، زانوی جلوت صاف میشه. 7 کامل کف لگنتو بکش عقب. 6 گودی کمرت داره ریلکس میشه. 5 عالی، دم و بازدم. 4 3 دوباره آخر و 1. مرسی. همینجا بمون. اگر تونستی زانوی پشتتو از زمین جدا کن، در غیر این صورت زانوی پشتت روی زمین باشه، دست چپ از زمین جدا کن، دوباره بذارش روی زمین. قفسه سینه رو خیلی باز کن. برو بریم. 8می. 7 6 5 4 3 دوباره آخر و 1. مرسی. برو توی وضعیت داون داگ، با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن، مهره به مهره به مهره بیا بالا. اومدی بالا، دوباره برو روی پنجه پات، قدتو کشیده کن، پاشنه رو با کنترل بذار زمین. زانوات هیچ وقت قفل نیست، یه کوچولو خمه، سرشونه ریلکس. برو بریم. 8 بار. 7 6 باسن اکتیو، ناف اکتیو. 6 5 4 3 دوباره آخر و 1. مرسی. پاهاتو یه ذره بلرزون، دستاتو بلرزون، یه آب کوتاه گلوتو مرطوب کن. خوبه. بیایم توی وضعیت اسکوات. پا بیشتر از عرض مت باز، عرض لگنت باز. بلدی دیگه، همه استاد اسکواتیم. باسن رو بفرست عقب حسابی و بیا بالا. منتها عجله نمیخوام امروز بکنی، فقط میخوام عضلاتتو حس کنی، عضلات اطراف رونتو کامل. ببین وقتی میری پایین کدوم عضله ها بیشتر احساس میشه توی بدنت، وقتی میای بالا کدوم عضلات، کدوم ناحیه. برو بریم. 8می. دم و بازدم. 7 6 اطراف ناف درگیر. 5 4 3 دوباره آخر و 1. مرسی. این بار میخوام با 3 شماره بری پایین توی 3 مرحله. اون 1/3 2/3 فول اسکوات یادتونه. حالا میخوایم با 3 شماره بیایم بالا.
1/3 اسکوات، 2 و فول و کف پا رو فشار بده، بیا بالا. برو بریم. 3 2 1 down، 3 2 1 up. 1 2 3 پایین، 3 2 1 بالا. 1 2 3 پایین، 3 2 1 بالا. ادامه. 1 2 3 پایین، 3 2 1 ادامه. 1 2 3 و 3 2 1 داریم. 1 2 3 و 3 2 و آخریش همون پایین میمونی. از فول اسکوات به 2/3 اسکوات پالس میزنی. 8 شکم اکتیو. 7 6 5 آی میدونم. 4 3 2 و مرسی. 1 عالی. بیا بالا. پاها باز بسته دستاتو ریلکس کن، پاهاتو ریلکس کن. سرعت یه ذره ببر بالاتر، اطراف نافت کامل درگیر. برو بریم. 8 7 6 من با پای راستم دارم شروع میکنم. 5 4 3 2 و حالا با پای چپم شروع میکنم. 8 7 6 5 4 3 2 و مرسی. 1 پاهامو شیک میکنم، رول میکنم به سمت زمین. دستا ریلکس. رول داون. با دستام قدم میزنم، میرم توی وضعیت پلانک. داون داگ. پای راست بالا، بیرون دست راست میذارمش روی زمین. زانوی پای چپمو میذارم روی زمین. نشیمنگاه هم کامل روی زمینه. این بار دست راست رو میفرستم بالا، قفسه سینه‌مو باز میکنم، با کنترل میذارم زمین. دست راست بالا تا جایی که میتونم، قفسه سینه‌مو باز میکنم، میذارم زمین. برو بریم. 8 بار نرم و روون. 7 زور اضافه نزن. 6 دم و بازدم. 5 4 3 دوباره آخر و مرسی. 1 عالی. زانوی پشتیم از زمین جدا، پای جلو میره پهلوی پای پشتیم روی داون داگ. با دستم به پاهام نزدیک میشم، رول میکنم، مهره به مهره میام بالا. مچ دستامو ریلکس میکنم. دوباره رول داون به سمت زمین. اول پلانکمو میسازم و بعد داون داگ. بعد با پاهام به دستام نزدیک میشم، با زانوی خم رسیدم به دستام نزدیک شدم، رول اپ میکنم. رفتیم اینو بلدی. مهره به مهره میام بالا. دوباره رول داون. دست ریلکس، سر ریلکس، پاها عقب. اول پلانک و بعد داون داگ. روی داون داگ بمون. پای چپ و این بار ببر بالا، فرود بیار هر جا که میتونی. زانوی پای راست روی زمین، دست راست باز میشه، قفسه سینه‌ت حسابی باز میکنی، میذاری زمین. 8 بار. 7 6 دم و بازدم. 5 نرم. 4 فقط نفس بکش و لذت حرکت رو ببر. 3 2 بار آخر. مرسی. 1 عالی. پای چپ پیش پای راست. این بار با دست به پاهم نزدیک میشم، رول میکنم، مهره به مهره میام بالا. دوباره رول داون. نافم توجه همه مرکز بدنمه، صفر نگهش داشتم. داون داگ. با پا به دست، با نافم میکشم خودمو، میام بالا، مچ دستامو ریلکس میکنم. رول داون. پلانک. داون داگ. با دست به پا نزدیک میشم، مهره به مهره میام بالا. ستون مهرمو مهندسی میکنم، میشنم یه دونه آجرها رو روی هم دیگه. پلانک. داون داگ. با پا به دست و رول اپ. مهره به مهره. اطراف نافت باید داغ شده باشه. پلانک. داون داگ. با دست به پا. رول اپ. مهره به مهره. رول داون. پلانک. داون داگ. با پا به دست و رول اپ. میدونم. یه بار آخر. پلانک.
داون داگ با دست به پا و رول اپ، مهره به مهره به مهره. عالی. دستاتون رو شیک کنین، مچ دستاتون رو ریلکس کنین. اگر که آب نیاز دارین آب بخورید. خب لترال لانج یا لانج به ساید، به پهلو رو رفتیم قبلا، منتها اینجا یه ذره بیشتر میخوایم کشش داخل رونمون رو احساس کنیم. پا زیر قد هیپمون، پای راستمون باز میشه، زانو رو مچ پا میمونه، پای چپمون کامل صاف میشه. من میخوام این کشش داخل رون پای چپتو اینجا احساس کنی. پای راست میاد پیش پای چپ، میریم سمت دیگه. کامل کشش داخل رون پای راستتو احساس کن. کلی عضله اون تو ممکنه کوتاه شده باشه به واسطه جهش و پرشایی که توی سشن‌های قبلی انجام دادیم. اینجا برش گردون روی وضعیت خنثای خودش، روی قد اندازه خنثای خودش نفس بکش. چون تو میدونی عضلات ما شبیه فنرن، میتونن جمع شن، میتونیم یه ذره کششون بدیم باز شن و خاصیت کیسانی و الاستیسیتی دارن. بنابراین از این خاصیت عضلات بدنت کمک بگیر و برشون گردون، بازشون، کشیدهشون کن، بذار نفس بکشن. برو بریم. 8 کامل باسن رو بفرست عقب. 7 دم و باز دم. 6 5 سرشونه ها ریلکس. 4 3 2 بار آخر و 1. مرسی. برگرد توی لدر، پاهاتو ریلکس کن. 8 ببخشید. 7 6 با پای راست شروع کردم. 5 4 3 2 و پای چپ. برو بریم. 8 7 6 5 4 3 2 بار آخر و 1. مرسی. پاهاتو یه ذره شیک کن. خب برگردیم توی وضعیت سکوات. از وضعیت سکوات میخوایم لگن رو کامل بچرخونیم، بریم توی وضعیت لانج که رفتیمش قبلا. 90 درجه روی هر دو زانو، لگن کامل چرخیده. برگردیم توی وضعیت سکوات، لانج به ساید دیگه. بهترین حرکت برای افزایش انعطاف پذیری توی ناحیه لگن. منتها مطمئن شین تاجای لگن هر دو با هم میچرخن به پهلوهاتون. برو بریم. سکوات لانج، چپ و راست. این شد 1. چپ و راست. 2 کامل بشین. دم و بازدم. 3 4 داری روغن کاری میکنی مفاصل لگنتو. 5 6 باسن اکتیو. 7 برو بریم آخریش. 8 مرسی. پاهاتو شیک کن، همینجا رول کن به سمت زمین، با دستات قدم بزن. برو توی وضعیت پلنک و بعد داون داگ. پای راست بالا، بیرون دست راست میذاریش روی زمین، دوباره میبریش بالا پیش پای چپ. پای چپ بالا، بیرون دست چپ میبریش بالا، میذاریش زمین. دوباره دیگه. پای راست خم، بیرون دست راست، بالا زمین. پای چپ، بیرون دست چپ، بالا و زمین. مرسی. با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن مهره به مهره به مهره. بیا بالا، سرشوناتو ریلکس کن، برس توی نفست. پنجه پاهات، پاشنه پاهات، ساق پاتو حس کن. 1 2 بکش روی پنجه، مثل یه بالرین خودتو کشیده کن. 3 4 گل پا باز. 5 6 7 و آخریش 8. دوباره رول داون، مچ دستا ریلکس.
پلنکتو میسازی، پای راست بالا، داون داگ، روی داون داگ پای راست بالا، بیرون دست راست، زانوی چپ روی زمین، دست راستت میره بالا میاد سر جاش، دست چپت میره بالا میاد سر جاش. آماده؟ برو بریم. قفسه سینه باز و ریلکس. 1 دست چپ، 2 3 نفس بکش، 4 5 6 7 آخریش 8. مرسی. زانوی پشت رو صاف کن، پای جلوتو ببر پیش پای پشتت، با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن مهره به مهره، با نافت بکش خودتو بیا بالا، سرشونه ها باز و ریلکس. رول داون، مچ دستات رو ریلکس کن، با دستات قدم بزن، برو جلو. اول پلنک و بعد سگ سر پایین، پای چپ بالا بیرون دست چپ، زانوی راست روی زمین، دست چپت اول باز میشه، قفسه سینه باز، دست راستت، پهلوهاتو احساس کن. برو بریم. 8. نرم. 7 دستات داره هوا رو میشکافه، خیلی نرم. 6 دم و بازدم. 5 4 زیر بغلاتو حس کن. 3 دوباره آخر. مرسی. 1 زانوی پشتتو صاف کن، از زمین جدا کن، پای جلوتو ببر پیچش، با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن مهره به مهره به مهره، بیا بالا. عالی. داخل رونمون کاملا الان آماده است برای کشش بیشتر. لترال لانج، پا زیر لگن، پای راست باز میشه. این بار میخوام دست چپت بیاد یا برسه به ساق پات یا کامل برسه به زمین و برای 2 تا نفس بمونی، داخل رون پای چپتو کامل احساس کنی. دم و بازدم. 1 و 2. مرسی. بیا بالا، پای راست پیش پای چپ، خم با زانوی خم، کشش داخل رون پای راست، دست راستت روی زمین، 2 تا نفس و 1. مرسی. برو بریم. دم و بازدم. 1 و 2. عالی. پای چپ باز میشه. دم و بازدم. 1 و 2. یه دونه دم و بازدم میخوام. برو بریم. 8. خوب بازدم و فوت کن بیرون. 7 عجله نکن، داخل رون رو حس کن. 6 با بازدم همه چی ریلیز کن. 5 4 3 دوباره آخر و مرسی. 1. عالی. دست و پاهاتو یه ذره ریلکس کن، اگه نیاز به آب رسانی داری آب بخور. رول کنین به سمت زمین، دستا رو ریلکس کنین، از وسط رول کنین، از راست رول اپ، از وسط رول داون، از چپ رول اپ. خوب پهلوهاتون رو احساس کنید. از وسط برو پایین، از راست بیا بالا، از وسط برو پایین، از چپ بیا بالا، ادامه بده. مرسی. این بار از وسط که رول داون کردی با دستات قدم بزن، برو توی وضعیت 4 دست و پا، پنجه دستا رو به جلو، دست راست از زمین جدا میشه، با کنترل میذاریش روی زمین، عجله نکن، دست چپ با کنترل میذاریش روی زمین بدونی که لگنت از مدار خودش خارج شه، بالا تنه ثابت، وزنو میدی به 3 تا پایه، یه دونه دست 2 تا پا. برو بریم. 8. دم و بازدم. 7
6 5 4 3 دوباره آخر و 1. از اینجا میخوام دست راست پای چپ وزن رو بدیم به 2 پایه بدونی که لگن حرکت کنه. همه چی رو با کنترل برگردونیم سر جاش. دست چپ پای راست، دست پای مخالف رو از زمین جدا کن. 8 نفس بکش. 7 6 5 4 3 دوباره آخر و 1. اگه مچ دستات نیاز به استراحت داره برو توی سجده، مچ دستاتو روتیت کن به بیرون به داخل، دوباره برگرد بیا بالا. از اینجا دست راست پای چپ صاف میشه، کرانچ میشه، به هم نزدیک میشه، صاف میشه، میاد سر جاش. دست چپ پای راست صاف، کرانچ، صاف، سر جاش. برو بریم. 8 صاف، نزدیک به هم، صاف، سر جاش. 7 دست و پای مخالف. 6 بهترین حرکت برای مورب شکمی. 5 4 نفس بکش. 3 دوباره آخر، عجله نکن و 1. مرسی. زانوهاتو از زمین جدا کن، برو توی داون داگ. با پاهات به دستات نزدیک شو، رول کن مهره به مهره به مهره. بیا بالا، مچ دستاتو ریلکس کن. رول داون، پلانک، داون داگ. با دستات به پاهات نزدیک شو. توی داون داگ حسابی پشتتو ماساژ داری میدی، پشتو فشار بده، تمام مهرهات بذار نفس بکشن، بین مهرها فاصله ایجاد کن. پلانک، داون داگ، با پا به دست و رول اپ، مهره به مهره بیا بالا. رول داون، پلانک، داون داگ، دست به پا و رول اپ. یه بار آخر، رول داون. برو توی پلانک، زانوها رو بذار زمین، باسن رو بذار رو پاشنه پات، بیا جلو. قفسه سینه از لای دستات رد، سر رو بفرست بالا، چونه رو بفرست بالا، روی دنده هات فضا ایجاد، بین دنده هات فضا ایجاد کن. سقف رو ببین. دوباره برگرد توی وضعیت سجده، مچ دستات رو ریلکس کن، برگرد بیا جلو. وضعیت آپ داگ یا سگ سر بالا، قفسه سینه رو باز کن. مرسی. داون داگ، سرشونه ها ریلکس، ببخشید سجده و آپ داگ. قفسه سینه باز، پوست روی گلوتو احساس کن. دوباره برگرد روی وضعیت سجده. از اینجا 8 بار دیگه میخوایم قفسه سینه رو باز کنیم، دنده رو از لای دست رد کنیم. سجده. 7 6 5 4 3 بار آخر. قفسه سینه باز، لای دنده ها کش. 2 و 1 بار آخر. مرسی. برو توی وضعیت سجده، مچ دستاتو ریلکس کن، گودی کمرتو ریلکس کن. عالی. بریم توی وضعیت داون داگ، سگ سر پایین. از وضعیت داون داگ میخوایم یک ضرب بیایم توی وضعیت آپ داگ. زانوها رو بذاریم زمین، روی پا رو بذاریم زمین، قفسه سینه رو از بین دستامون رد کنیم، چونه رو بدیم بالا،
سقف رو ببینیم. از پهلو میرم کامل ببینید. داون داگ، پشت رو فشار میدم، میام توی آپ داگ، زانو رو زمین، روی پا زمین، قفسه سینه رو رد کن، سقف رو ببین. دوباره گل پا باز، پلانک داون داگ. 8 بار دیگه. نفس جاری و روون. خوب سقف رو میبینم. داون داگ. 7. هر جا فکر میکنی به مچ دستت داره فشار میاری یه استراحت کوتاه بهش بده. آرنجات همیشه یه کوچولو خم. 6. 5. 4. 3. روی نافت کش بیاد. 2. و یه بار آخر. مرسی. عالی. این بار با پاهات به دستات نزدیک شو. زانوها رو خم کن، پاها رو کراس کن سمت هم دیگه. باسن تو بذار روی زمین. عالی. باسن تو بذار زمین. دست راست تو بیار بالا، شروع کن حرکت دادن همینجور که پاها کراسه. دست راست تو یه ذره حرکت بده، مچ دست تو ریلکس کن. شاید با دست چپ یه ذره مچ دست راست تو ماساژ دادی. حرکتش که دادی دست چپ هم بیار تو داستان، حرکت بده، مچ دستشو یه ذره ماساژ بده. هر دو دست با هم دیگه رندوم حرکت بده. ببر راست، ببر چپ. پهلوهاتو حس کن. پای راستتو بیار تو بازی، دستات و پای راستت حرکت بده. داخل رون پای راستتو احساس کن، زیر بغلاتو احساس کن. پای چپتو بیار تو داستان. روی نشیمنگاهتی دست و پاهات دارن برای خودشون توی فضا حرکت میکنن. اینه یه عروسک خیمه شب بازی که از 4 تا نخ نامرئی آویزونه و داره حرکت میکنه. دستش میره یه سمت، پاش میره سمت دیگه. رندوم نفس بکش توی شکمت. همینجور که دست و پا رو داری حرکت میدی پشتتو گرد کن، مهره به مهره دراز بکش. دست و پا رو همچنان توی فضا حرکت بده. پس سر رو بذار زمین، به گردنت به ستون مهرت استراحت بده. دم و بازدم. سرشونه ها ریلکس، کتفا ریلکس. دستا رو ببر راست، پاها رو ببر چپ و بالعکس. همه چی رو نرم و ریلکس کن توی فضا. هرچی کش آوردی، هرچی تنس کردی، جا میخوای همه چی رو برگردونی روی وضعیت خنثی، وضعیتی که نه زیاد کش اومده باشه و نه زیاد فشرده شده باشه. یه وضعیت راحت و متعادل. خوبه. کف پاهاتو همینجا بذار زمین، دستو بیار بغل تن، مهراتو یه دونه یه دونه از زمین جدا کن. باسنتو صفر نگه دار. دوباره پشتتو گرد کن، یه دونه یه دونه مهره ها رو بذار روی زمین کامل و به صورت مجزا. مهره ها رو بذار زمین. یه پارچه نمیخوام قد ستون مهرتو ببری بالا. وقتی میخوای بیای پایین پشتو گرد کن. این یکی یه دونه مهرهاتو بذار زمین و حرکت لیفت لگن. باسن سفت اکتیو و برگشت مهره ها روی وضعیت خنثی. کف پاها وزن داره مساوی تقسیم شده بین دوتا پات و برگشت. یه دونه همه چی رو بذار روی مت. این بار لگن رو بالا نگه دار. باسن اطراف باسن سفت. یه کوچولو لگن تو نزدیک زمین کن. دوباره بفرست بالا. پالس داری میزنی. 1 نفس. 2 روی رونت کش بیاد. 3 دم و بازدم. 4 5 6 هفتمی و آخریش 8. یه دونه مهره ها رو بذار زمین. گودی کمر رو فشار بده. دست و پا رو بیار روی وضعیت تادلر. همه چی رو نرم کن. نفس بکش تو این بدن. حرکت که از ماهیت و طبیعت بدنت برخواسته رو داری انجام میدی. حرکتی که زمانی که 6 ماهت بود انجام میدادی. اسم حرکت هست
تادلر یا حرکت نوپا. یه نوپا زمانی که دست و پاشو توی فضا داره کشف میکنه اینجوری حرکت میکنه. بعد از اینکه یه مقدار کور یا مرکز بدنش قوی تر میشه، سرش از زمین جدا میکنه، راست رو نگاه میکنه، چپ رو نگاه میکنه. کورش قوی تر که شد همینو میاد بالا میشینه، دوباره راست و چپ رو نگاه میکنه و دوباره بر میگرده روی زمین. عالی. مهرهاتو یه بار از زیر بیار بالا، یه استراحت بده و برگشت. برو روی پنجه پاها، دست بغل گوش. میخوایم روی شکممون کار کنیم. دم میگیرم با بازدم، فوت میکنم هوا رو، میام بالا، دم میگیرم با بازدم، میرم پایین. ادامه. دم، بازدم، دم، بازدم. سرعت بر بالا با یه دم و یه بازدم. سرعت بالاتر، دم بازدم. 8 7 نافتو حس کن. 6 5 4 3 2 و آخریش پس سر روی زمین، کف پا روی زمین. مهرهات از زیر بفرست بالا و برگشت مهره ها روی مت. از اینجا پای راست با زاویه 90 درجه میاد بالا، سر و کتف از زمین جدا میشه، پای راست میره پایین، پای چپ همه چی زمین. برو بریم. 8 7 6 گودی کمرتو فشار بده به زمین. 5 زاویه 90 درجه روی زانوهات. 4 عجله نکن. 3 دوباره آخر و 1. مهرهاتو از زیر بفرست بالای، استراحت به ستون مهرت بده و برگشت. از اینجا همه پاهات با زاویه 90 درجه میاد رو وضعیت تیبل تاپ یا میز و دوباره پس سرتو میذاری زمین. 1 گودی کمرت همیشه روی زمینه. 2 نگاه میاد بین دوتا زانوت. 3 نفس بکش. 4 5 6 7 آخریش. 8 کف پا روی زمین، لیفت لگن، مهره ها رو بکش بیار بالا، لگن رو بفرست بالا و برگشت مهره ها یه دونه یه دونه توی وضعیت خنثی روی زمین. گودی کمر توی زن اینجا ماساژ بده. ببر پاهاتو راست، ببر پاهاتو چپ. این بار میخوام پات روی وضعیت تیبل تاپ بمونه. سر و کتف از زمین جدا کنی، دست بغل تنه، دست راست به پاشنه راست، دست چپ به پاشنه چپ. پهلوهاتو حس کنی. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پا بالا بمونه، پس سر رو بذار زمین. یه استراحت به گردنت بده. این بار هر دو دست با هم دیگه. 8 میره جلو. 7 6 5 4 3 دوباره آخر و 1. کف پا رو بذار زمین، مهرهاتو بکش بالا، لگن رو لیفت کن بالا حسابی، همه چی نرم بذار روی زمین. دست و پاتو ریلکس کن. بیا رو وضعیت تادلر یا وضعیت نوپای ولولکی. تادلر وابلر، نوپایی که تازه دست و پاشو توی فضا کشف کرده. پوست کف دستت، پوست کف پات، همه چی رو ریلکس کن. اگه میتونی بیا بالا، اگه نه پاهاتو بیار یه سمت، از دستت کمک بگیر و بیا بالا. پاها رو کراس کن روی همدیگه، دستا رو بکش جلو و برو توی وضعیت پلنک و داون داگ. با دستات به پاهات نزدیک شو و رول کن، مهره به مهره به مهره بیا بالا. این فرایندی هست که یک نوپا از حالت وابلر، تادلر وابلر، نوپا تازه دست و پاشو پیدا کرده میاد و یک وضعیت دو پا یا ارکتد، ایستایش روی دو پا رو تجربه میکنه. میره روی وضعیت 4 دست و پا، یه ذره 4 دست و پا میشه و بعدش کم کم دست به پا نزدیک میشه، رول میکنه، مهره به مهره میاد بالا. خب رول داون کن، برو توی وضعیت پلنک. دست راست
پای راست به دست راست، پای چپ به دست چپ. زانو به آرنج موافق. 1. نفس بکش، زیر شکمتو حس کن. 2. دم و بازدم. 3. 4. عجله نکن، میخوام زیر شکمتو حس کنی. 5. 6. 7 و آخریش 8. مرسی. با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن، مهره به مهره به مهره. بیا بالا، سرشونه ریلکس، پاها باز باز، بسته بسته. 8 بار. با پای راست شروع کن. 7. دم و بازدم. 6. 5. 4. 3. 2 بار آخر و 1. دوباره رول داون کن. یه بار دیگه ماونتین کلایمر مستقیم با پای چپ و پای راست. با پای چپ شروع کن. برو بریم. 8می. دم و بازدم. 7. زانو به آرنج موافق. 6. زیر شکم رو حس کن. 5. 4. 3. 2 بار آخر و 1. برو توی وضعیت داون داگ. با دستات به پاهات نزدیک شو. لدر با پای چپ. 8 بار. سرشون ریلکس. 7. ناف اکتیو. 6. دم و بازدم. 5. 4. 3. 2 و مرسی. 1. مچ دستاتو یه ذره شیک کن، بلرزون. شاید یه ذره خواستی ماساژ بدی. میدونم امروز خیلی با مچ دستاتون کار داشتیم. چاره ای نیست. حرکات کششی خیلی وضعیت پرون یا رو به زمین داره که از دست و مچ دست کمک باید بگیریم. امیدوارم که فشار بهتون نیاورده باشم. رول داون کنیم به سمت زمین. برید توی وضعیت پلانک. این بار زانو به آرنج مخالف. مورب شکمی رو درگیر کن. زانوی راست به آرنج چپ، زانوی چپ به آرنج راست. برو بریم. 1. 2. نفس بکش. 3. 4. 5. 6. 7 و آخریش 8. برو توی وضعیت داون داگ. با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن، مهره به مهره. بیا بالا، پاها باز باز، بسته بسته با پای راست. 8. سرشون ریلکس. 7. 6. 5. 4. 3. 2 بار آخر و 1. مرسی. رول داون. دستا ریلکس، سر ریلکس. پلانک. زانوی چپ به آرنج راست، زانوی راست به آرنج چپ. برو بریم. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 بار آخر و 1. داون داگ. با دست به پا نزدیک شو، رول کن، بیا بالا، با پای چپ شروع کن. 8. نفس. 7. 6. 5. 4. 3. 2 و 1. مرسی. رول داون. برو توی وضعیت پلانک. پای راست به دست راست میره سر جاش، به دست چپ میره سر جاش. پای چپ به دست چپ سر جاش، دست راست سر جاش. برو بریم. پای راست. 1. چپ. 2. 3. 4. 5. 6. 7 و آخریش 8. مرسی. با دستات به پاهات نزدیک شو، رول کن، مهره به مهره به مهره. بیا بالا، مچ دستات رو ریلکس کن. کامل فکر کنم اطراف شکمتو حس کرده باشی. رول داون. پلانک داون داگ. با پا به دست نزدیک شو، پاهاتو کراس کن، باسن رو بذار زمین، دست و پا رو ریلکس کن. دوباره بیا تو وضعیت نوپای ولولکی. دست و پا رو حرکت بده. اگه کشش جای از بدنت نیاز داره، اگر لمس جای از بدنت نیاز داره، اون کار رو کن باهاش. پشتتو گرد کن، مهره به مهره به مهره دراز بکش. دست و پا رو همچنان حرکت بده. با آرنجات دایره بکش توی فضا، جهت دایرت رو تغییر بده. با زانوهات
بیزی بکش، علامت بی نهایت رو بکش با کف پات، با کف دستت. خلاصه دست و پا رو رندوم، بی قانون با قانون فرم تولید کن با دست و پا توی فضا و بذار به واسطه تولید این فرم بعدم برگرده به ماهیت اصلی خودش، به حرکت برخواسته از ماهیتش و ریلیز شه، آزاد شه، آزادسازی عضلانی راحت تر صورت بگیره. نفس بکش. خیلی خیلی بدنت این حرکت رو دوست داره. حالا به مرور میفهمی معتاد این حرکت میشی. صبح از خواب که من پا میشم این حرکت رو برای خودم انجام میدم. اینطوری از تخت میام بیرون، تادلر میکنم، بعد میام بالا، میشینم رو باسنم، اینجا یه ذره حرکت میدم، بعد پا رو کراس میکنم روی همدیگه، دستا رو میکشم جلو، میرم توی پلنک، داون داگ، با دستام به پاهم نزدیک میشم و میام بالا، دو پا میشم. عالی. خب دراز بکشید روی پهلوی راستتون و کف دست راست رو بذارید روی زمین، سرشونه رو ریلکس کنید، حسابی نیمه راست بدنتون رو روی زمین تاپ بدید و ماساژ بدید. زیر بغل راستتون رو نزدیک زمین کنید. دست چپتون به عنوان تکیه‌گاهتون روی زمین هست. خوب نیمه راست بدنتو بیار توی توجه و آگاهیت و هرچی تنش آوردی به این قسمت، هرچی فشار اضافه آوردی، هرچی گره تولید کردی رو با این ماساژ خیلی راحت میتونی از دست بدی. برس تو نفست، برس توی ناحیه داخل لگنت. ببین اون قسمت یک سری اندام هایی هستن که ما ممکنه به صورت ناخودآگاه روشون انقباض اضافه تولید کنیم، مثل ناحیه اطراف مثانه، ناحیه واژینال. برای چند ثانیه توجه رو بذار توی اندام داخل لگنت و سعی کن ریلکس نگه داری قسمت ناحیه داخل لگنت رو. میتونی چشاتو ببندی، همه چی نرم کنی، تاپ بخوری به سمت جلو و عقب و از زمین زیر بدنت و از قدرت جاذبه عظیم و جسه و معجزه‌ای که ما رو روی این زمین تونسته نگه داره کمک بگیری برای تنشن ریلیس. آب دهانتو فرو ببر، چشماتو توی کاسه ریلکس کن، پوست صورتتو نرم و ریلکس کن و خوب خودتو ماساژ بده. مرسی. دراز بکش به سمت سقف، دستا رو بیار بغل تنه، نیمه راست و نیمه چپ بدنت رو با هم دیگه ببر توی یه قیاس. نیمه راست رو ماساژ دادی، نیمه چپ رو هنوز ماساژ ندادی. حالا هوای نیمه راست نسبت به نیمه چپ فقط مشاهده کن، بررسیش کن. عالی. بیاین روی پهلوی چپتون، همین کار رو میخوایم برای نیمه چپ هم بکنیم. یه ماساژ بدیم نیمه چپمونو، سر رو ریلکس کن روی دست چپت، دست راستت در حکم تکیه‌گاهت، تاپ بده خودتو به سمت جلو و عقب. به همین سادگی تونی تمام تنشن‌های اضافه روی قشاهای فاشیا و ریز عضلات و کلی غضروف و رباطی که پهلوهای بدنت رو دارن به هم وصل میکنن و از دست بدی. من جای شما باشم هر روز این فاشیا ریلیسینگ به این حرکت میگن رو انجام میدم، ریلیس میکنم فاشیا هامو. فاشیا اون لایه خیلی نازکی است که روی عضلات شماست، مثل پوستی که اگه گوشت رو از قصابی گرفته باشید یه پوست نازک سفید رنگ هست که روی گوشت گوسفند و گوساله و اینا میبینید، اون فاشیاست. ما هم داریم از اینا. کلی کار میکنه و خیلی بافت باهوشیه. انتقال دهنده عصب و عضله هست، یعنی کل اعصاب ما از ستون مهره پخش میشه روی فاشیای ما و در واقع یه کانکتیو تیشوی هست، انتقال دهنده پیام‌های عصبی از مغز به عضلات ما هست. هر از چندی بد نیست ماساژشون بدیم، ازشون تشکر کنیم، ریلکسشون کنیم
که این همه در واقع پیغمبرن، پیام میبرن و میارن از مغز ما به سمت عضلات ما. خب ریلیسشون کنیم. چشاتو ببند، چشاتو نرم کن تو کاسه، آب دهانتو فرو ببر. خوب نیمه چپ بدنت رو ریلیس کن. عالی. دراز بکش به سمت سقف، دست و پاها نرم و ریلکس. چشاتو ببند. نیمه راست و نیمه چپ بدنت هر دو ماساژ گرفته، بدنت نرم و ریلکسه. از این بدن توانا تشکر کن که به تو این توانایی رو میده که حرکت کنی، گرق کنی، که عضله بسازی، که چربی از دست بدی، چربی های اضافت از دست بدی و تبدیلش کنی به، نزدیکش کنی که به ورژنی که دوستش داشته باشی وقتی نگاهش میکنی و توش راحت و آروم نفس بکشی و زندگی کنی. دست و پاهاتو دوباره بیار توی فضا، یه کوچولو حرکت بده. از همون فرمول کمک بگیر، فرمول تادلر یا نوپا. با پشت گرد بیا بالا، میخوایم بایستیم. دست و پاهاتو همچنان حرکت بده، همه چی رو نرم کن. یه پا رو بذار جلو پای دیگه، دستا رو بکش جلو. برو اول تو وضعیت واقعا 4 دست و پا و بعد پلنک و داون داگ. آخرین داون داگت یه ذره بمون روش. پشت پای راست رو کش بده، پشت پای چپ رو کش بده. برو روی پنجه 2 تا پات، هر دو زانو رو به دنده هات نزدیک و دور کن. پاشنه هر دو پا رو بذار زمین، با دستات به پاهات نزدیک شو و رول کن. مهره به مهره به مهره بیا بالا. دوباره رول داون کن. آخرین رول داون و رول اپ. از راست رول اپ کن، پهلوی راستتو حس کن. از وسط رول داون کن. از چپ رول اپ کن، پهلوی چپتو حس کن. وزنتو بسپر روی رول داون به سمت جاذبه. روی تک تک سلولای کف دستت جاذبه رو احساس کن و از راست رول اپ، از وسط رول داون و از چپ رول اپ. ادامه بده. نفس بکش. یه بار آخر. عالی. مرسی از همگی. خیلی خیلی خسته نباشید. کاری که ما امروز کردیم ترکیبی بود از کلاس پیلاتس فلو و کلاس کور یا کار کردن روی شکم و پهلوها. من بهتون پیشنهاد میگم هر از چندی پهلوی کارهایی که دارین میکنین برای از دست دادن وزن، یک پروگرام برای تنشن ریلیس یا آزادسازی عضلانی حتما انجام بدید. راندمانتون رو چند برابر میکنه. به علاوه این که حضورتون تو لحظه رو افزایش میده و استرسی که هممون داریم تجربه میکنیم به واسطه زندگی، که به هر حال زندگی کردن بدون استرس معنی نداره به نظر من، ولی استرس رو ما میتونیم منیج کنیم و کنترلش کنیم. نکته دیگه‌ای که باید بهتون بگم، توی 2 جلسه بعدی یعنی جلسه 6 و 7 ما مود حرکتیمون یه مقدار شدتش بالاتر هست. برای همین بود که من امروز سعی کردم شما رو آماده کنم، در واقع گرمتون کنم، ریلیستون کنم. این جلسه رو اگه بتونین 2-3 بار تا جلسه بعدی انجام بدید، خیلی به من و به خودتون کمک کردید. خیلی خیلی خسته نباشید.